سینا گیمیار همجنسگرا پرآشیه، کسی که به خاطر سیگما بودن خودش کل کریرش به فنا داد. برمیگردیم به سالها پیش. یوتیوبری بود که کانتر و جی تی ساندریس آموزش رو میذاشت و بعدها شروع کرد به گاشتن مایکاپ و همین مایکاپ اینو یه پله چند پله تو یوتیوب آورد بالاتر و یکم رفتیم جلوتر شدیم. سال 2021 سال 2022 ترند اون موقع بود دوران سیگما که سینا گیمیار هم مثل هر آدمی که اون موقع از خواب بیدار شد سیگما دید و گفت واه مرد خشن قوی اینا فقط بود و این ترند تو یوتیوب خود پیاده کرد و اون قدر دیدیم خیلی ضربه مهلکی به چنلش وارد شد. سینا گیمیار کم کم شروع کرد و حرفای عجیب غریب زدن، فحش‌های ناجور دادن، خودشو بهتر از افراد دیگه میدونست. صبح پا میشد همجنسگرایی میپاچید رو سینه خود و میمانید به خودش و وارد بازار شد و شغل جدید رو کلید زد. ما نمیگیم شغلش بد بوده، خودش خواسته دیگه. و این سری یوتیوبر بهش گفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ مثل یوتیوبر که اسمش نمیبرن، چرا این کارو میکنی آقا برگرد. و سینا گیمیار گفت باشه دیگه برگشت و اون سگ برگشت. تا خوردیم به اعتراضات و جنگ دی و جنگ و سینا گیمیار مثل یه آدم که همجنسگرا هست و اورانگوتان همجنسگرا هست دوید به سمت آپارات و شروع کرد گاشتن ویدیو که موقع کانتی کشیش یادم میذاشت و مایکافت هم میذاشت و مثل یه حرفای اصلا به نظرم راست و دوراشو تایید نکنم بهتر چون با گونی میان بالا سرم و یه سری اگه میخوای بحث سیاسی بکنی توی کامنت های ویدیوی من این کارو نکن. یه کانال بزن، چهره بسیار زیبا و نورانی و درخشان خودت رو در معرض دید حرفایی زد که اصلا من نگم بهتر و 15 سالشه 20 سالشه عکس پروفایلش رو گذاشته شیر و خورشید و فکر میکنه اگه رضا پهلوی بیاد واقعا ایران اشتباه بود حرفاش بیشتریاش. و این محتوا ادامه داد دیگه که رسیدیم به دوباره نتا وصل شد و سینا گیمیار اومد داخل یوتیوب و چند تا از بچه‌ها دوباره بهش گیر دادن. تا همین چند وقت پیشم بود چند تا ویدیو که من نگم اسمشو بهتره. و سینا گیمیار مثل یک آدم همجنسگرا به اینها همجنسگرا که نه آقا و سینا گیمیار مثل یک حرکت غیر سیگما بوده و گیگا چتانه اومد به حرفای جواب داد و گفت من بهترینم و شما هیچی من نیستید و آیتون میذار ویدیوشو یه قسمتایشو که ببینید قشنگ. احساس دارید آدمای خوبی هستید، تضادتون هیچی نیست. من نمیگم بی شرفید ولی دیگه فکر نکنم چیزی مونده. بس یک بخش دیگه ویدیو به نظر اضافه کنیم به نام تحلیل سینا گیمیار. سینا گیمیار به نظر میتونه خیلی سابسکرایبر و حجم بازدیدش بیشتر از الان باشه ولی خودش نخواست دیگه یه کانش و الان سابسکرایبرش هم افت میکنه و اینا. و به نظرم سینا گیمیار به نظرم چند وقت یوتیوب کنه فاصله بگی یه خورده استراحت کنی و دوباره بیای معذرت خواهی کن چون پسر هر صبح ناشتا پا میشی میپاچی روی سینه میمالی اصلا ضرر داره. حالا من نمیتونم قبل از ترک جق، بعد از ترک جق، قبل از ترک جق، بعد از ترک جق. سینا گیمیار قدیما یوتیوبر خیلی بزرگی و الان هیچ نیست، در واقع پشن نیست تو یوتیوب فارسی، کسی هم جدیش نمیگیره. ازم برگرد به زمان اوج یه خورده محبوبیت پیدا کنه. الان به شدت فرد منفوری است، یه فرد ابله روانی معتادی که میپاشه روی دست پخش میکنه و همه جاش هستی تو. و دیگه برگرد به دوران اوج دیگه. تنها حرفی که میتونم بزنم اینه و این حرف هم میزنم که به نظرم این بره بالاتر و ما همه فن سینا گیمیار بودیم. مخصوصا خودم که بچه بودم خیلی ویدیوهاشو میدیدم و الان میبینم که به این سو افتاده و این وضعیت شده. واقعا ناراحت کننده است که یک یوتیوبر که به این بزرگی بوده کارهای خفنی کرده، یکی از پدران اصلی مایکافت فارسی بوده که البته نمیگم کلا اولین کسی بوده چون چند نفر دیدم قبل از اونم بودن دیگه. نمیدونم چی بزنم. بچه‌ها لایک دنبال سابسکرایب اینا کن. مرسی آقا ایتو هم سابسکرایب کنید. مرسی تا ویدیو بعدی. خدا حافظ.